به حمایت اداره مقام ولایت پنجشیر دوره‌های آموزشی رایگان در مرکز و 7 ولسوالی این ولایت راه اندازی شده است. جوانای ما یک دوره یا یک کورسی تکنیکی کامپیوتر را سپوری نمودند و امروز مجلسی به افتخار فراغت اونها در تالار مقام ولایت جور شده و جناب والی صاحب بر ما وعده دادن و حمایت و همیشگی جناب والی صاحب است که این برنامه ما انشاءالله تداوم می داشته باشه. به حمایت اداره مقام ولایت پنجشیر دوره‌های آموزشی رایگان در مرکز و 7 ولسوالی این ولایت راه اندازی شده است. جوانان این ولایت با شور و شوق در حال فراگیری مهارت‌های علمی و فنی هستند تا آینده روشن برای خود و جامعهشان رقم بزنند. الحاج حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر که نقش مهمی در رشد علم و دانش جوانان این ولایت ایفا کرده است، با تأمین هزینه‌های لازم کورس‌های زمستانی را در سراسر این ولایت فعال ساخته و فرصت یادگیری را برای صدها جوان فراهم کرده است. جوانای ما یک دوره یا یک کورسی تکنیکی کامپیوتر را سپوری نمودند و امروز مجلسی به افتخار فراغت اونها در تالار مقام ولایت جور شده. اولا به دانشجویانی که از این دوره و کورسی کامپیوتر فارغ شدن برای اونها تبریکی میگویم و استادای معززی که و اداره محترمی ریاست اطلاعات و فرهنگ و امنیت جوانانی که در این عرصه ابتکار کردن و این سلسله دوره های و کورس های کامپیوتر را برای جوانان و به خاطر ارتقای ظرفیت جوانان جور کردن. الله رب العزت اقدامشان را در حسناتشان حساب بکنه و از الله رب العزت برشان توفیق مزید میخواهم که همچو برنامه ها را در ولایت پنجشیر توسعه بدهند تا ما تانسته باشیم که ظرفیت جوانای خود را در هر عرصه ما بلند و ارتقا داده باشیم. از سوی دیگر 300 تن از جوانان ولایت پنجشیر که موفقانه دوره زمستانی آموزش کامپیوتر را در مرکز ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت سپری کرده بودند، روز گذشته طی مراسمی باشکوه فراغت خود را جشن گرفتند. اکثر فارغین پوهنتون‌ها را که به مقام ولایت مراجعه میکنه و مطالبه وظیفه و یک مصروفیت میکنه، باور کنین که در 20 سال گذشته امی جوانای ما را، امی یهود و نصارا که آمده بودن به قسمی اینها را وقتشان را ضایع کرده بودن، برشان برنامه ها و پروگرام ها و نقشه های مختلف انحرافی و فکر جنگی که کفار و یهود و نصارا جنگ فکری که در مقابل ما اونها سنگرش داغ نگاه میکنه، از هان جوانای ما را گرفتن. اما کیفیت اونو فارغین را که ما امروز میبینیم، باور کو که میگه ما لیسانس هستیم، برش میگیم که تو یک عریضه را نوشته که برای ما اصلا هدف ما این میباشه که ما اما استعدادی املایی از را ببینیم که چه استعداد داره. این را برایتان به تاکید میگویم که از لیسانس فارغ میباشه، املا را یاد داشته نمیباشه. باور کنین ما خود ما در صنف 4 بودیم، یعنی یک حرف غلطی املایی نداشتیم. ما امروز فارغ التحصیل صنف 18 را که 12 سال در مکتب خوانده و 4 سالم در پوهنتون خوانده، امروز پیشنهاد نوشته کرده نمیتونه، املا نداره اصلا. این چی است که این جوانای ما را در افکار آزیا را منتشر ساخته، کسی را به مشکلات اخلاقی و کسی را به مشکلات فکری و
اونها چی کردن؟ از امو وقتی از یاره اونها سوء استفاده کردن. امو مسیر اصلی که این جوانا باید خود را بر یک جای می رساندن که بر جامعه و بر فامیل خود مصدر خدمت می شدن، اونها نتانستن. امروز در هر اداره که میری، او روز یک امتحان می گرفتیم در شارولی، یکی از برادران ما را گفت که یک فارغ پوانتون است که بسیار لایق بچه است و بسیار با استعداد بچه است. ما به شاروال صاحب زنگ دادیم که امی برادر یک مولوی صاحب مرا میگه که بسیار با استعداد آدم است و خوب متعهد آدم است، همی را کوشش کو که در می پست بیایی که اینجا مقرر شود. دیروز شاروال صاحب آمد برای ما گفت باور کو که استعداد صنف سوم را نداشتی. در این مراسم رهبری ولایت پنجشیر برای فارغ التحصیلان اسناد فراغت و جوایز نقدی اهدا کرد که نشان دهنده حمایت از نسل جوان و تشویق آنان برای ادامه مسیر علم و مهارت آموزی است. این برنامه‌های آموزشی گام‌های ارزنده‌ای در راستای توانمندسازی جوانان و ارتقای سطح دانش در ولایت پنجشیر به شمار می‌رود. آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر به هدف ارتقا و ظرفیت سازی جوانان ولایت پنجشیر برنامه آموزشی کورس کامپیوتر به مدت 3 ماه در ریاست اطلاعات و فرهنگ را اندازی کرده بود که خوشبختانه امروز ما در ختم از این برنامه قرار داشتیم که برادرایی که در آزمون شرکت کرده بودند و مدت 3 ماه در درس‌ها حاضر بودند، امروز الحمدلله محفل فراغتشان بود که قابل ذکر است که برنامه‌های ما انشاءالله دوامدار می باشه. بعد از ختم این دوره 3 ماهه دیگر آغاز می‌کنیم و همچنان باید یادآور شویم که با حمایت و همکاری مقام ولایت پنجشیر جناب والی صاحب که همیشه در صدد خدمتگزاری به خاطر نسل جوان ولایت پنجشیر قرار دارند، زمینه‌های آموزشی آمادگی کانکور و همچنان مضامین ساینسی را در 7 ولسوالی به شمول 2 حوزه مرکز برگزار کرده بود که به هزارها جوان مصروف آموزش و کسب علوم قرار داشتند که انشاءالله که تا شورای مکاتب برنامه از او هم ختم میشه و جناب والی صاحب بر ما وعده دادن و حمایت و همیشگی جناب والی صاحب است که این برنامه ما انشاءالله تداوم می داشته باشه و ما کوشش ما به این است که به خاطر بالا بردن استعدادهای جوانای ولایت پنجشیر همچنین زمینه‌های را مساعد بسازیم تا باشد که افتخار آفرین برای جامعه، مردم و نظام خود باشند. این برنامه‌ای که برگزار شده برنامه 3 ماهه بود که توانستیم این برنامه را موفقانه سپری کنیم. خوشحال هستیم از اینکه ریاست اطلاعات و فرهنگ زمینه زیرا برای ما فراهم ساخت تا ما عملاً و نظراً آموزش کامپیوتر را فرا بگیریم. این برنامه ها میتونه بسیار مفید واقع شود در رشد و انکشاف ظرفیت های جوانان به خصوص جوانان پنجشیر. ما این کورس تقریبا کورس 3 ماه بود که ما این را فرا گرفتیم و این کورس میتونه بسیار به جوانان موثر باشه. ما قسمی که میفهمیم جهان امروز جهان عصر دیجیتال و کامپیوتر است و کامپیوتر میتونه در زندگی انسان ها تاثیرات زیاد داشته باشه که ما خوشبختانه تانستیم برنامه‌های اکسل، ورد و ویندوز فرا بگیریم و بتانیم از این برنامه‌ها در مورد زندگی ما استفاده کنیم. یک تن از آموزش‌های دوره آموزشی کورس کامپیوتری که از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پنجشیر برگزار گردیده بود و ما توانستیم که آموزش‌های برنامه ویندوز، ورد و اکسل را در اینجا فرا بگیریم و بسیار تشکری خاص داریم از مسئولین گرامی که همچون کورس‌های را برگزار میکنند تا جوانان بتوانند به رشد علمیتیشون بیافزایند. خیلی سلامت باشید.